دوست عزیزی نوشتن که کسانی که رحم رو اجاره می کنند، در کامنت ها نوشتن آقای محمد طاها، حکمش چی است؟ ببینید دوست عزیز، یک در علم جنین یک تحولی که رخ داد بعد از تقریبا میشه گفت در دهه 90 میلادی، بعد از سال 1990 که دانشمندان توانستند که القا یعنی یک جا کردن تخمک زن و منی مرد رو در خارج از رحم انجام بدند. به این معنی که موقعی که تخمگذاری در زن صورت میگیره، تخمک زن رو میگیرن و از اسپرم مرد هم این رو با هم دیگه در لابراتوار این رو تلقیح میکنن و یک مدتی این رو در یک فضای مخصوصی نگه میدارن. بعد از اینکه این تخمک بارور شد، دوباره همین تخمک بارور شده رو در داخل رحم زن که همسر همون مرد است قرار میدند. طبق فتوای علمای مجمع فقه اسلامی و رأی علمای همه مذاهب اهل سنت، این کار هیچ اشکال شرعی نداره، چون پدر و مادر بنابر مشکلاتی امکان باردار شدن مادر نیست در جماع یا همبستری طبیعی. به دلایل مختلف این میتونه که صورت بگیره، شاید به خاطر التهاباتی، امراض مزمنی که در زن وجود داره یا امکان نزدیکی وجود نداشته باشه به شکل طبیعی. در اون صورت این کار رو در بیرون از رحم انجام میدن و بعد از اون در داخل رحم زن این رو قرار میدن و در یعنی حدود 70 الی 80% موفق است این کار. و بعد از اینکه جنین به 1 هفته 2 هفته که رسید و در جداره رحم چسبید، بعد از اون به ندرت امکان داره که سقط صورت بگیره و به این شکل زن بارور میشه. یک صورت این است که این شرعاً جایز نیست. مردی عقیم است، هیچ امکان بارور شدنش نیست و امکان نداره که این مرد صاحب اولاد بشه. مثلا منی هست اما اسپرمایی که قابلیت زندگی رو داشته باشه در این مرد وجود نداره، که در اصطلاح بهش میگن عقیم است. این مرد رو چیکار میکنن؟ از یک مرد دیگری، در بیمارستان عموما در غرب وجود داره، این بانک های منی وجود داره. بعضیا هستن میان همونطوری که اهدا میکنن خون رو مثلا یا اعضای بدن رو، بعضی مردها هستن، حالا اونجا فرهنگ است، این از نگاه اونها اشکالی نداره. البته نگاه مذهب مسیحی و یهودی اشکال داره، اما در فرهنگ رایج فعلی غرب که به دین اهمیت نمیدن اشکالی نداره. از آن بانک به اصطلاح اسپرمایی که وجود داره، از اونجا یک مرد مجهولی است، هیچ کس نمیدونه کون کی است، یکی از اون رو میگیرن و با تخمک این زنی که شوهرش عقیم هست یک جا میکنن. بعد از انجام گرفتن تلقیح یا این در داخل رحم صورت میگیرد یا در بیرون از رحم، به هر صورت این زن حامله میشود. این شرعاً جایز نیست، چون نسب در اینجا مجهول هست. این اسپرم از کی است، این نطفه از کی است، هیچ معلوم نیست. پس پدر این طفل، پدر این کودک، این پدر شرعیش که فعلا عقیم است نیست، یک شخص مجهولی است. این شرعاً جایز نیست. یا برعکس میشه قضیه، زنی هست نازا، اصلا تخمدان نداره، یا بنابر مرضی، سرطان رحم یا امراض دیگری، دکترها مجبور میشن گاهی اوقات زنها را اون تخمدانشون رو بردارن، بیشتر به دلیل مرض سرطان برمیدارن. در این صورت چی میشه؟ میرن تخمک یک زن دیگری رو میگیرن، با منی
یا نطفه این مرد که شوهر این زن هست یک جا میکنن، تلقیح صورت میگیره، در رحم این زن میگذارن و این حامله میشه. اینم جایز نیست، چون که مادر این کودک معلوم نیست. اینجا مشکل نسب رخ میده. همین تلقیح رو اگر در لابراتوار انجام بدن، یا اصلا یک زنی بنابر دلایلی یا از مادر به دنیا آمده به همین شکل بوده، یا اینکه بعداً به سبب مرضی کلا رحمش رو برداشتن. متاسفانه این مد شده در ایران، در بعضی از کشورها زنها مثلا بعد از اینکه یکی دو تا بچه آوردن میرن چیکار میکنن؟ یا تخمدانشون رو در میارن یا کلا رحم رو در میارن. چیزی به اسم رحم وجود نداره، میدوزنش تمام. در اون صورت چیکار میکنن؟ یک زن دیگری رو میارن و این زن در مقابل مثلا $1000، $2000، $10,000 به مدت 9 ماه نطفه این مرد رو با تخمک اون زن میگیرن در رحم یک زن دوم که هیچ نسبتی با این مرد نداره. بهش میگن که رحم اجاره‌ای. در اونجا قرار میدن و بعد از مدتی این زن حامله میشه و این بچه رو به دنیا میاره. بعد اینکه بچه رو به دنیا آورد میدنش به این زن و شوهری که این زن رحم نداره یا عقیم هست یا امکان باردار شدنش نیست. این شکلش هم شرعاً جایز نیست، چون این نطفه که در بدن اون زن گذاشته، اون زن با این مرد هیچ نسبتی نداره. بله، اگر که ازدواج صورت بگیره، نکاح صورت بگیره، نکاح شرعی طبق رضایت زن و شوهر، در اون صورت علما میگن که اشکال شرعی نخواهد داشت. در غیر اون اگر به عنوان اجاره و کرایه استفاده بشه، این جایز نیست و حرام است. 3 مورد اخیری که بیان کردم جایز نیست. فقط تنها موردی که جایز است این است که نطفه و تخمک از خود پدر و مادر باشن و در رحم خود مادر این کار صورت بگیره. تشکر میکنم از